سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز، در خدمتتون هستم با یه ترفند در ورد. ابتدا ورد رو باز میکنیم. من قبلش از قسمت اینسرت پیکچر دیز درایو چند تا تصویر انتخاب کردم و آوردم که بهتون نشون بدم که هر زمان خواستی در برنامه ورد تمام تصاویرت سایز یکسانی پیدا کنه، میای یک دونه از این تصاویر رو انتخاب میکنیم. این قسمت هم به خاطر که متحرک میشه میای اینجا، میای این قسمت این فونت آف تکست رو میزنی که این بتونیم ما اینو جابجا کنیم. خب میام به قسمت وقتی که عکس انتخاب کردم پیکچر فرمت رو میزنم، پیکچر فرمت رو زدم، میام قسمت سایز، میام اینجا سایزش رو تغییر میدم. خب وقتی سایزش رو تغییر دادم، من این سایز اینو تغییر دادم، میام این یکی رو انتخاب میکنم، میام از قسمت صفحه کلیدم F4 رو میگیرم کیبوردم، میام F4 رو میزنم. نگاه کن این تصاویرم هم اندازه همه تصویر اولی میشه. الان همشون هم اندازه شد، دیگه نیاز نیست خودتون خسته کنید. یکی رو انتخاب کنیم و بقیه همه سایزاشون یکی میشه. خب ما تونستیم به همین راحتی تمام تصاویر رو سایزشون رو یکسان کنیم. امیدوارم از این ترفند خوشتون اومده باشه. خدا نگهدارتون.